سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ماه رمضان است، صفا آمده است، بر خانه دین نور ضیا آمده است. از سفره ما بوی بهیش می آید. این سفره ز درگاه خدا آمده است. این سفره ز درگاه خدا آمده است. ماه رمضان آمد، فیض بجهان آمد. زین محض مشامی دیل بوی ز جنان آمد. این منظر قرآن است، این رحمت رحمان است. این منظر قرآن است، این رحمت رحمان است. مرجان دلی ما را روشنگر و درمان است. این ماه مبارک را صد حکمت و صد راز است. جبریل ز فلک آید، با خیر ملک آید. در این می فرخنده بی شبهه و شک آید. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. در این فانی بقا را دوست دارم، در این ظلمت ضیا را دوست دارم. همه عاشقی زاری بندگانم، من این بنده خدا را دوست دارم. ز اول تا به آخر از خلائق محمد مصطفی را دوست دارم. ابوبکر و عمر عثمان و حیدر چهار پیری هدا را دوست دارم. محمد مصطفی را دوست دارم. نمیرزه بر تکبر بر فقیران، نمیرزه بر تکبر بر فقیران. تواضعی گدا را دوست دارم، تواضعی گدا را دوست دارم. غنی به سخاوت خود فقیر است،
غنی به سخاوت خود فقیر است، سخای اغنیا را دوست دارم، سخای اغنیا را دوست دارم. دوای درد بیمار نام الله، دوای درد بیمار نام الله. چو بیمار این دوا را دوست دارم، محمد مصطفی را دوست دارم. لا اله الا الله نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا اله الا الله نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بزينة القرآن، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن، اللهم اغفر لنا ذنوبنا بالقرآن، اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اخذل الكفار والمنافقين بالقرآن، اللهم اشفي مرضانا بالقرآن، اللهم ارحم موتنا بالقرآن، اللهم ارحم موتنا بالقرآن، اللهم ارزقنا توفيق طاعته بالقرآن، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام بالقرآن، اللهم تقبل صلاتنا بالقرآن، اللهم تقبل تلاوتنا بالقرآن، اللهم تقبل صيامنا بالقرآن، اللهم تقبل صيامنا بالقرآن، اللهم استجب دعاءنا بالقرآن، اللهم اجعل من المصلين بالقرآن، اللهم اجعل من المتقين بالقرآن، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنيا ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء يا رب العالمين. اللهم كما أكرمتنا ببلوغ رمضان، اللهم كما أكرمتنا ببلوغ رمضان أكرمنا ببلوغ تمامه وحسن العمل وقبول إتق من النيران. اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن القيام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان. اللهم اجعل رب ريان والكوثر شرابنا، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعل سعينا
في رمضان مشكورا وذنبنا فيه مغفورا. اللهم اجعل سعينا في رمضان مشكورا وذنبنا فيه مغفورا وعملا فيه متقبلا يا رب العالمين. الهی توی پادشاه همه، ز رحمت ببخشای گناه همه، چشم دارم به درگاه تو، همه چون گدا بر دری شاه تو. خداوندا دانا و بینا تویی، همه ناتوان و توانا تویی. تویی خالقی قادری ذوالجلال، تو هستی کریم و تویی لایزال. تویی رازقی جمله کل شی، بسازی ممات و بسازی تو حی. تویی به عیب و به نمونه تویی به چونو به چگونه تویی. تو هستی سمیع و تو هستی بصیر، تو هستی علیم و تو هستی خبیر. تویی بی ثبات و تویی بی نظیر، تو هستی على كل شيء قدیر. تو پروردگاری همه انس و جان، تو روزی رسان و تو روزستان. بموی سفید و بروی سیاه، تو آمرزگاری و من پر گناه. نکردم نماز و ندادم زکات، به این بندگی است و خواهم نجات. نه ذکر و صلات و نه حج و صیام، درود و رکوع سجود و خیام. تمامی ریایی نمودم نماز، تو هم به نیازی و هم کار و ساز. به دنیا نیامد ز من کار خوب، بجز فعل زشت و بغیر از ذنوب. الهی دل ده که جای تو باشد، لسانه که در وی ثنای تو باشد. الهی بده همتی آنچنانم که سعیم وصول لقای تو باشد. الهی چنانم کن که از عشق خود مست، که خواب و خورم از برای تو باشد. الهی عطا کن به فکرم تو نوری، که محصول فکرم دعای تو باشد. الهی عطا کن مرا گوش و قلبی، که آن گوش و قلب از برای تو باشد. الهی عطا کن بر این بنده چشمی، که بیناییش از ضیای تو باشد. الهی چنانم کن از فضل و رحمت، که دایم سرم هوای تو باشد. الهی مرا حفظ کن از محالک، که هر کاری کردم رضای تو باشد. الهی ندانم چه بخشی کسی را، که همه عشق و هم گدای تو باشد. الهی ندانم چه بخشی کسی را، که هم عاشق و هم گدای تو باشد. الهی بر این بنده خود دل ده، که مستغنی از مسوای تو باشد. که مستغنی از ماسوای تو باشد. الهی به بنده عطا کن بیانی، که نطقش کلید عطای تو باشد. الهی چنان کن که این عبد مسکین برای تو خواهد و برای تو باشد. یا رب العالمین، یا رب العالمین، برحمتك یا ارحم الراحمین.